اومدیم با پارت دوم این سری سروایول هم ببینم چی میکنیم. بریم به جمع کردن آیرون. خب چه وضع شد؟ ما الان میخوایم یه مزرعه درست کنیم. اوکی، مزرعه‌مون نشه مزرعه. اوکی تو چوب حالا موقعی که شب شد امیدوارم فردا بارون بند بیاد. بخوابیم. آره دیگه شب شد. اینم چه ابرای قشنگی داره این شیده. آقا اینم خوب شد دیگه. آره دیگه خوب شد. حالا مونده مزرعه حیواناتمون. اوکی حیوانات مونده بیاریم. سلام، خوبی؟ چه خبر؟ خانواده چی کار میکنن؟ یک گوسفند صورتی میتونی برام پیدا کنی؟ دمت گرم. اوکی اینم از این. خب اینا رو بذارم اینجا دیگه. آره اینو بزنم. خب این فعلا داره، این نداره، اندازیمش دور. سرد و گرم زندگی. خوبی؟ نرو منو ترک نکن. ترکم کرد رو پا. تا اینجای ویدیو دیدی و لایک و ساب نکردی؟ دمت گرم بابا، دمت گرم. لایک و ساب کن دیگه. 10 ثانیه فرصت داری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وقت تموم شد.
جای گوسفند درست کنیم. الان فقط میخوام میذاره یونجه چی میگم؟ شاید من دارم اشتباه حرف میزنم. همونایی که اسمش الان یادم نیستش متاسفانه. سلام داداش آیرون گولم. خب اینم از این 5 تا آیرون بابا. ایول ایول. اوه 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 اینم از 8 تا آیرون. اوکی خب الان عجب روزیه. اینا هم درست نشدن که نشدن. یه دو گوسفند میخوایم بیاریم ها. سلام خوبی جیگولی؟ در نرو. ببین روی یوها از من نکشو. ببین اینو خدا احتمالا نمیخواد بزنم. فهمیدی؟ احتمالا خدا نمیخواد بزنم ولی تو رو میخواد. چی گربه بود؟ مر شام امشب معلوم شد. مر اینا بامبو هن چی هن؟ یعنی من تر زدم تا اینجا اومدم به خاطر اینا. خب آقا برگردیم بیس یه کار رو تموم کنیم دیگه. نام آقا خب ما رسیدیم بیسیه. اینا میتونم کلاه هم درست کنم. اکه یه دونه فقط آیرون میخوام. فقط یه دونه آیرون میخوام. اینم البته باید درست کنیم ولی خب میکاریم اینجا. آقا از اینجا نیفتیم یا اوکی تمام. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدی. لایک کامنت ساب فراموش نشه. حتما لایک و سابو بزن. دمت گرم داداشای گلم و آبجی گلم. ببین لایک کامنت ساب فراموش نشه. فهمیدی؟ تا پارتای بعدی خدا نگهدار.